سلام. سلام. سیسی چطوری؟ خوبم، چطوری؟ قربونت برم، تو چطوری؟ فردت شم، منم خوبم. کجایی چیکارا میکنی؟ ما هیچی هستی می‌زدیم. ببین من مامانم اینا رفتن مسافرت. میگم من مامانم اینا رفتن مسافرت. خب بعد خونه تنها میای پیشم؟ دیدی چرا باید؟ خب من تنها دیگه، پاشو بیا. من شب تنها میترسم بخوابم که مدرسه رفتی به چیزا ندارم، تنهایی هستم، میخوای خودم یه همچین موضوعی من قبول نمی‌کنم. حالا بیا تو با هم میخوایم کاری قرار نیستم عزیزم. حالا چرا؟ خب من الان تنهام امیر. دختره رفیقم بودی، دختره داداشم بودی، بالاخره یه احترامی یه چیزی بالاخره وقتی با جایگاه سیسی یا خواهر من داری قاعدتاً فرق می‌کنه.